قدر توانیم باید روزه نافله گیریم، نمازهای نافله، علل خصوص از گناه. فلا تظلموا فیهن انفسکم، میگوید الله چقدر میتوانید در این ماه ظلم نکنید. گناه ها در این ماه جزایش 2 برابر نوشته می شود، ثواب هم 2 برابر نوشته می شود. یعنی تام میتواند مسلمان در این 4 ماه عملهای صالح انجام دهد و از دیگر ماه ها نگاه کرده خود را از گناه دور کند. یعنی این ماه احترام خودش را دارد، یعنی بی‌پروا نمانیم، خصوصا که بعد از این ما اللهم بلغنا رمضان و بلغنا طاعتک خالصه فیها. بعد از این ما ان شاء الله شعبان می آید و بعد از شعبان رمضان. دیگر وقتی که خودمان را در این ماه اصلاح کردیم، در رمضان هم اطاعت ما که موسم خیرات و موسم عبادت است دیگر می شود. ولی یک نماز مخصوص، یک نمازهای 100 رکعته یا روزه های مخصوص یا ذکرهای مخصوص ندارد.